اولین باره که کلا دارم روی ویدیو حرف میزنم و خیلی تجربه زیادی ندارم راجع به این قضیه، ولی لازم بود که حرف بزنم. داستان از اونجایی شروع میشه که این خانومی که داخل تصویر داریم میبینم و من تصمیم گرفتم انتر خانوم صداش بکنم. داخل این ویدیو داره میگه 6 ماه خونه امیر تتلو بوده و 6 ماهو داشته شکنجه میدیده. بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. من 6 ماه تمام اونجا بودم و این سفر 3 روزه من تبدیل شد به 6 ماه و هر روز کتک خوردن. خب همونطور که دیدین و شنیدین داخل ویدیو ادعا میشه که 6 ماه داخل خونه امیر تتلو این خانم داشته کتک میخورده و شکنجه میدیده. من با ویدیوهایی که از آرشیوم داشتم به شما ثابت میکنم که تمامی این حرفا یه دروغ بزرگ بیش نیست. بس کن اون آتیشو. خانم در حال هنرنمایی و زحمت کشیدن. تتوی امیر تتلو. من از پیج هاش خانم به شما سلام میکنم. همینطور که داخل ویدیوهای قبل دیدید مثل یک متاسفانه ملکه داشته با ایشون رفتار میشده، ورزش، عشق و حال، تفریح، تتو زدن و خیلی چیزهای دیگه. و میتونه یک انسان عاقل و بالغ به این نتیجه برسه که تمام حرفا یک دروغ بزرگ بیش نیست برای قرار کردن یه شخصیتی مثل امیر تتلو. چرا فرار نکردی؟ الان تو یادت افتاد. چرا من فرار نکردم؟ خب میخواستم فرار کنم، پاسپورت نداشتم، گوشی نداشتم، پول نداشتم. عکسی که الان دارید مشاهده میکنید تقریبا 3-4 ماه بعد از اینکه اعلام شد که امیرخان تتلو با این خانم تو رابطه هست و پیش هم دیگه هستن گرفته شده و همینجور که میبینید یک فضای عمومی داخل ترکیه استانبول هست و اینکه این شخص میگه من نمیتونستم فرار کنم و اینجور چیزا. آره ما باور کردیم. و همچنین میگه گوشی نداشتم و نمیتونستم حالا به کسی زنگ بزنم. این عکس داخل چنل خوده که با پروموتی که خود داشت امیر کرد به 100K رسید و با کپشن یه روز خوب داخل ترکیه این عکس گذاشته شد. جالبه نه؟ میدونی بحث لیاقته. قورباغه رو تو تشت طلا هم که بذاری میپره تو مرداب. بی خودی گردن من انداز که تو ذاتت خراب بود از اولش. هم حست یه حس کاذب برام بود از سر شب تا دم صبح. فقط یه پای برات دود اینقدر بد که عادی و سرد میشدی دائم برام زود. بی خودی گردن من انداز که تو ذاتت خراب بود از اولش. هم حس